سلام. امروز میخوام آموزش بدم تو پس 25 قدرت‌ها و توانایی‌های بازیکن دلخواهمون رو چطور کم یا زیاد کنیم. بازی رو که باز کردین تو صفحه منو وارد بخش ستینگ بشید. گزینه ادیت رو بزنید. وارد بخش ادیت که شدید اولین مورد پلیرز هست که میشه بازیکن‌ها، بعدی تیم‌ها، منیجرز که میشه مدیران، نشیونال تیم سلکتیون میشه انتخابی تیم ملی، ترانسفر میشه انتقالات، استادیوم ها، مسابقات که ما همون اولین مورد پلیرز رو میزنیم. تو صفحه بعد دو گزینه برامون میاره، کرییت پلیر و ادیت پلیر، ساختن بازیکن و ویرایش بازیکن. تو بخش کرییت پلیر بجز قدرت ها و توانایی ها شما میتونید شکل صورت بازیکن رو هم طراحی کنید که موضوع ما امروز مربوط به ادیت پلیر هست که ما رو گزینه ادیت پلیر میزنیم و بازیکن دلخواه رو تو هر تیمی که هست انتخاب میکنیم. من رونالدو رو از تیم النصر انتخاب کردم. روش یه ضرب که بزنیم این صفحه برامون میاد. مورد اول پلیر نیم که خب میشه اسم بازیکن رو تغییر بدیم. گزینه دوم بیسیک ستینگ که میتونید سن بازیکن و چپ پا بودن یا راست پا بودنش رو انتخاب کنید. مورد سوم رجیستر پوزیشن که میتونید انتخاب کنید تو چه پستی بازی کنید. گزینه چهارم پلی ابل که 3 حالت A, B, C داره که میتونید مشخص کنید بازیکن فقط تو اون قسمت بازی کنه. و گزینه پنجم که از همه مهمتره ابیلیتی، پلیر اسکیل، پلیر استایل که تو این قسمت میتونید سبک بازی، مهارت‌ها و توانایی‌های بازیکن رو تغییر بدید. تو صفحه بعد 4 تا گزینه هست که میخوام با جزئیات براتون توضیح بدم. قسمت ابیلیتی رو باز کنید. به این صورت میتونید هر کدوم از این گزینه ها رو کم یا زیاد کنید که گزینه اول میشه آفینسیو آورنس که میشه آگاهی برای حمله، بال کنترل یعنی کنترل توپ، دریبلینگ همون دریبل کردن، تایت پوزیشن میشه حفظ توپ موقعی که بازیکن بهتون میچسبه و کنترل توپ موقع چرخش ها وقتی میخوایم بچرخیم. لو پاس میشه پاس های زمینی، لفت پاس میشه پاس های هوایی، دقت سانت کردن، فینیشینگ که هرچی بالاتر باشه میزان دقت شوت بازیکن بهتر میشه و یه جورایی درصد گل شدن شوتاش بیشتر میشه. هدینگ که میشه قدرت سر زدن، کلاس کیکینگ یعنی دقت و قدرت ضربات ایستگاهی، کورل یعنی میزان کات توپ که هرچی بالاتر باشه بهتر میشه شوتای کاتدار و سانتهای کاتدار زد. اسپید میشه سرعت، اکسلریشن یعنی شتاب بازیکن، کیکینگ پاور یعنی قدرت شوت زدن، جامپ میشه قدرت پریدن، فیزیکال کانتکت این گزینه واسه زمانی است که دو تا بازیکن واسه گرفتن توپ به هم چسبیدن که فیزیکال کانتکت هر کدوم بالاتر باشه تو این مورد بهتر عمل میکنه و زودتر به توپ میرسه. بالانس که میشه کنترل توپ موقع دویدن، دریبل کردن، چرخش. استامینا هم که میشه استقامت بازیکن که باعث میشه تو زمین دوندگی بیشتری داشته باشه و دیرتر خسته بشه. دیفنسیو آورنس که میشه آگاهی بازیکن برای دفاع کردن، بال وینینگ که میشه قدرت و توانایی بازیکن در توپگیری از حریف، آگریشن که یعنی میزان خشونت بازیکن. و از این قسمت به بعد مربوط به دروازه‌بان ها میشه، گزینه‌هایی که اولش GK هست. GK آورنس یعنی جایگیری دروازه‌بان
که هرچی بالاتر باشه نسبت به ضربات حریف واکنش بهتری نشون میده. GK کچینگ که هرچی بالاتر باشه قدرت دروازه‌بان در گرفتن ضربات حریف بالاتر میره. GK کلیرینگ تو این مورد دروازه‌بان توپای دو ضرب رو بهتر مهار میکنه. GK رفلکسیز هم میشه توانایی دروازه‌بان تو تک به تکا که این خیلی مهمه. GK ریچ یعنی جایگیری مناسب، دروازه‌بان میتونه توپ‌های دورتر نسبت به خودش رو مهار کنه. و 4 گزینه آخر ویک فوت یوزیج یعنی استفاده بیشتر بازیکن از پای غیر تخصصی. ویک فوت آکریس یعنی دقت بیشتر بازیکن با پای غیر تخصصی. کندیشنینگ که هرچی کاندیشن بالاتر باعث عمل کرده بهتر. اینجوری رزिस्टنس که مربوط به مصونیت بازیکن میشه و هرچی پایین تر باشه بازیکن بیشتر و جدیتر مصون میشه. و در آخر یادتون باشه هر تغییراتی که ایجاد کردین تو صفحه اول سیو کنید بعد خارج بشید. اینا تمام موارد بخش ابیلیتی بودن. قسمت پلیر اسکیل هم باید توی ویدیوی دیگه به صورت گیم پلی براتون توضیح بدم.